میاب انسانی که در عصر 24 ساعت دندانشویش خودش باشه. شما در همین زمان نمیابی آدمی را که 24 ساعت در دستش دندانشویش باشه. مسواک رسول اکرم در بیخ گوشش میگه رنگ استاها قلم میموندن. حضرت میگه انا میخل مسواک چوش دهنش بود. یگان مراتبه ندیدیم که دهن حضرت بوی بد کنه. در او زمان در عصری که تاریخ و عصر جاهلیت میگه پیامبر ما دندانشویش 24 ساعت خطیش شد. عایشه مادرمون میگه اولین کار در خانه سر میکرد حضرت مسواک سر میکرد. حتی وقتی مردن شده مسواک کردن حضرت. میاب انسانی که در اون عصر جاهلیت لباساش جوشانده یا سیمغ رنگ کرده خیمچیز کرده پوشه نمیابیم حوزی نمیابن. در همین زمانی هم که پیش رفت پیامبر ما در انمو زمان لباساشون جوشانده میپوشیدن. یگان روزی رسول اکرم به خوشبویی و عطر نبوده است.